یه ترازو گرفتیم جدیدن، از یکی از بچه ها گرفتیم که همین امروز هم مهاجرت دومشون رو کردن. خیلی اطلاعات ندادم باش. حالا امیدوارم که موفق باشیم. چیزی گفتم مگه؟ چون اینا نمیخوان بالاخره. که الان تو داری اطلاعات. آره. خب بعد دیگه ترازوه یهو ما رو ترازو گرفتیم. من بعد از مثلا یه ماه که خودم کشیدم وزنم از 103 رسیده بود به 94,300 و این خانم مریم وزنش هست چند رسیده بود؟ چند؟ 4 کیلو کم کردم. 4 کیلو فقط کم کرده بودم، در حالی که من مثلا 8 کیلو کم کرده بودم و انواع و اقسام شک و تردیدا، نمیدونم ترازو کالیبر نیست و خوب کار نمیکنه و اینا به ترازو زدن. هش مشخص شد که نه، واقعا ترازو درست کار میکنه و من بیشتر لاغر شدم. بله. خلاصه بحث سر این بود. خب سنگین باشم. اجازه بده. خیلی راه افتادیم. آره ما یه شانسی ما از هر کسی میپرسیدیم گفتن همه وسایل خونتون رو گرفتین توی ما کامل شدین و ما میگفتیم آره، که ملت خیلی تعجب میکردن. خب جریان از اونجا شروع شد که ما تو همین گروه ها سوال میپرسیدیم و اینا. یکی از بچه ها اومده بود پیوی مریم و گفته بود که شما تازه اومدین، خیلی خوش اومدین و اینجور حرفا، ما داریم میریم و کلی وسیله مونده که اگه خواستین، هر کدوم خواستین بیاین، ما داریم میریم، کلی وسایلمون هم گذاشتیم برای فروش، بیاین هر چی که میخواین رو بردارین و تو با هم حساب کنیم دیگه. اینجوری شد ما یه تعداد زیادی، حجم زیادی از وسایل رو تونستیم مستقیم از یه جا بگیریم و یک جا. آره. و یک کم کار کرد. کم کار کرد. آره یه توضیح بده از اون لحظات چه حسی داشتی؟ کدوم؟ همون که زهرا بهت پیام داد گفت که چی شک شدم، نمیدونستم 2 روز بود اومده بودیم. بکن خونه خالی، ما هی میریم اسپیار، هی میریم یوسک، هی این ور اون ور. بعد گفت، بعد یک چیزی پیام بده آقا بیا ما داریم همه چی، بردار ببر. اون دم شما گرم. چشم. رفتیم بعد وسایل رو دیدیم آقا مبل که تخت میشه دارن، میز و صندلی دارن، فرش دارن، بعد ظرف و ظروف داشت، ولی خب من گرفته بودم دیگه چون همون روز اول. بعد گفتن که آقا آره بیا ما وسایل اینا داریم اونو ببریم. گرفتیم و وسایل رو گفتیم که بذار ما بهتون میگیم چیا میخوایم، هماهنگ میکنیم میان ببرن. بعد دیگه خب این که یه جا همه چیزم آوردیم ها، توشک هم بود، حتی یه جا همه رو با هم گرفتیم. یه خوبی که داشت این بود که ما هزینه حمل و نقل یه بار دادیم، یه ون اومد 25 یورو بهش دادیم، همه رو بار کرد و واسمون آورد دم خونه. یعنی دیگه اون دردسرا رو نداشتیم که این جدا جدا بیاریم. و اینکه خب قیمتش هم خیلی واسه ما کم در اومد. یعنی چیزای بزرگ که ما مثلا واسهش 1000 تا فقط واسه یه تشک و تخت و مثلا گذاشته بودیم رو مثلا یهو خیلی کمتر شد، خیلی کمتر، چون خود بچه ها با قیمت مناسب گرفته بودن دیگه، به ما هم مثلا دیگه خیلی مناسب تر دادن. و اینجوری شد که ما حدودا 540 یورو، اول 520 یورو بود و دوباره سری وسیله دیگه ازش گرفتیم شد 540 یورو خرید کردیم ازشون و خونمون تو همون هفته اول کامل
دو تا اصلی، یعنی از این جلو مبلیا، یه مبل تختشو، یه تشک از این مموری فوما، بعد دیگه چی، ترازو، یه چند تا قابلمه، بعد چیزای بزرگ، میز و 4 تا صندلی و یه سری خورده ریزه فرش. دیگه به علاوه فرش. آره، اینا چیزایی بود که از بچه ها گرفتیم و یه جورایی اصلا نیازهای اولیه زندگی بود. حالا چیزای بزرگ بود که مثل گاز و یخچال اینا که خونه اینجا خودشون دارن، خیلی اونا لازم نمیشه، دارن دیگه اونا. بعد اینا رو که از بچه ها گرفتیم، خب بعدش رفتیم یه مغازه‌ای به اسم اسپیار. خانمم گفتن توی ویدیو دیگه مفصل توضیح میدن، ولی خب از اسپیار هم چند تا خورده وسیله از این خورده الکتریکی های ریز، مثل تخم مرغ پز، مثل غذا ساز، ظرف و ظروف گرفتیم، ظرف و قابلمه گرفتیم، ظروف، پرده، قابلمه، قاشق چنگال، چاقو. چاقو رو از یه فروشگاه دیگه گرفتیم، یوگا چاقو گرفتیم. رو، ولی خب اینجور وسایل ریزه ها رو یه سریاشون از اونجا گرفتیم، یه سریاشون هم از هم جزء اون وسایلی بود که از بچه ها گرفته بودیم. و اینا خب 540 یورو اونور، و از وسایلی که از چیزم گرفته، از اسپیارم گرفته بودیم 130-140 یورو تقریبا. اینا وسایلی بود که از اسپیار گرفتیم. یه پرده، یه چراغ مطلعه، یه چای ساز، یعنی آب و جوش میاره، فقط چایی درست نمیکنه، کتری برقی. کتری برقی بهش میگن. بعد یه قوری و چیزایی از این قبیل چیزایی که دیگه. واسه چیزایی، اول زندگی آره. لازمه دیگه. آره. آره. اینا 130-140 یورو هزینه‌اش شد. و تخت رو بالش هم بود. بالش هم رو گرفتیم، چند تا بالش و پتو و ملافه و اینجور چیزا. تختی این چیزا. تخت رو هم از اسپیار گرفتیم، همون 120 یورو. ما هرچی میگشتیم این ور اون ور از ایکیا و اینجور چیزا بخواستیم سفارش بدیم، ارزونش که خیلی هم زشت بود 140 یورو بود که دیگه 4 تا تصمیم تخته گرفتیم. بود فقط. این دست دوم رو گیر آوردیم 120 یورو، یعنی 125 بود، یه 5 یورو هم تخفیف دادن بهمون. 30 تا برای کارت اتوبوس دادیم که در واقع کارت 5 یورو بود، 10 یورو هم شارژش کردیم، نفری جمع شد 30 تا. اداره پلیس 130 تا میگیرن به خاطر کارتی که صادر میکنه، یعنی خب یه آیدی کارتی که شما تقریبا هر جای میری لازمش داری. کارت ملیه مثلا. خب یه کار دیگه که یه هزینه دیگه که ما داشتیم موقع رسیدنمون به فنلاند بود، تو فرودگاه هلسینکی که بودیم، بعد هزینه مترو، بعد بلیط میگرفتیم، بلیط مترو و قطار، که خب از همون خود فرودگاه مترو میرفت به ایستگاه قطاری که قطار میومد به شهر ما واسا. و خب ما باید هزینه اینو صافش کنم، اینو باید خرید میکردیم. حالا یه سری از بچه ها مثلا دیدیم که گفتم ما اینو از مثلا 1 ماه قبل اینا گفتیم مثلا اون کسایی که مثلا حالا همین اروپا بودن و اینا خرید کردن، ارزونتر هم، خیلی ارزونتر شده بود. البته ما خودمون حتی اگه همون روز اینترنت خرید میکردیم بلیت 20 یورو به نفعمون بود، ولی متاسفانه خب ما حساب بانکی نداشتیم که سر جمع شد 110 یورو شد پول قطار و پول مترو. این هم جزء هزینه‌ای بود که بعد به ورود داشتیم. یه کرایه خونه هم داشتیم برای اون ماه اول باید میدادیم که برای ما حالا 542 یورو شد. حالا توی ویدیوی خونه کامل توضیحش میدیم و هر چی که میخوایم بگیم رفرنس میدیم به ویدیوهای آینده. ولی خب 542 یورو در واقع همه هزینه ها رو هم کاور میکنه، که آب، برق و اینترنت خونه رو هم
توی همون 542 یورو هست، اونم یه جا دادیم و میرسیم به بحث اصلی مواد مصرفی، خوراکی و شوینده و این چیزایی که توی خونه هست و مصرف میشه. اینو زدیم 500 الی 600 یورو. توی چند نوبت خرید کردن و از جاهای مختلف هم ما خرید کردیم. و خیلی آزمون خطا ما داشتیم در اصل، آره چون خیلی هم نمیدونستیم هیچ چی رو نمیدونستیم چی رو بعد از کجا بخریم، چه برندی بخریم چه و تریکایی چه داره حتی واسه آره تخفیفات. تخفیف گرفتن ها اینجا معمولا اینجوریه که میگن اپلیکیشنمون رو فروشگاه میگه اپلیکیشنمون رو نصب کن ما این تخفیف ها رو بهت میدیم. یا اینو حتی خب کارت چیز دارن، نمیدونستیم. کارت عضویت نام دارن، مثلا کی آره مارکت، آره اینو میگیری بعد تخفیف خوب میخوره بهش، میری اون محصول تخفیف داره رو برداری، چون این کارت داری به تخفیف رو میدن، ولی اگه نداشته باشی قیمت اصلی باید حساب میکنه. آره این 500 الی 600 یورو هم بحث اینا شد و خیلیش هم بحث به خاطر اینه که مواد یه سریش هم مواد مصرفی بود که خب ما برای بار اول لازم بود بگیریم، مثل مایع لباسشویی. خب ما یه دونه میگیریم برای یه ماهمون رو جواب میده، برای 2 ماهمون رو جواب میده، یا مثلا برنج میگیریم برای 2-3 ماه کافیه برامون. ولی خب دستمال اینا کاغذی هزینه، ها دستمال فلان کاغذی، آره آره. اینجور چیزا. به خاطر همین هزینه یه مقدار بالاتر از اون پیش بینی بود که کرده بودیم و تخمینایی بود که همه میگفتن، ولی خب اونقدر هم هزینهش شد. جمعاً هولوش یه 2000 یورویی هزینه ماه اولمون شد تا اینکه ما بتونیم همه وسایل خونه رو بگیریم و جمع جور کنیم و تقریبا یه کلا خونه زندگیمون رو مناسب استارت بزنیم. زندگی داشته آره باشیم را بندازیم. دقیقاً. دیگه چی؟ 2000 یورو خوب نه.